یه بار درست حسابی بهم بگو تو کلا چقدر درآمد داری؟ من تقریبا مای 60 تومن. 60 تومن؟ دمت گرم، چه عشقی میکنی 60 میلیون؟ نه بابا چی عشقی، فقط 20 تومن برای کرایه خونه میره که آب برق گاز زهر مار کوف در ول کن افکار کثیفو. من تو چقدر در میاری؟ من 10 تومن. چقدر؟ 10 تومن 10 تومن. 10 تومن؟ آره. با 10 تومن چطوری تو زنده ای؟ چه حرفی؟ 10 تومن خیلی زیاد، با 10 تومن خیلی کارا میشه کرد. چی کار مثلا؟ چی کار؟ من موهامو میرم کراتین میکنم، کوتاه میکنم، میرم کفش میخرم، لباس میخرم، کیف میخرم، میرم بلیط ترکیه گرفتم، تو رو میبرم یه بلیط هم برات میگیرم، یه دونه ژاکت خوشگلم نه برات میگیرم. ژاکت چی از همونا؟ همه اینا رو با 10 تومن؟ نه با فضل نیستشونه. یه دونه آیفون 17 سفیدم سفارشم قسطی پرداخت کنم، یه دونه کفش نایکی اصلی از این جردن هم سفارش دادم. خیلی خوب من میرم. نمیخوای برسونمت؟ مهرا نگو که اون بنز مال توه. آره بابا اینو پارسال خریدمش، تازه میخوام با 10 تا حقوق ماه بعدم یه دونه پورشه دیگه هم بگیرم. خدافظ.